میخوایم یک بستنی با خاصیت آنتی تهوع درست کنیم. همون ضد تهوع منظورمه. به تب سیب‌ها رو میشوریم، پوست میگیریم و تکه تکه میکنیم. اگه به میوه به دسترسی دارید از به استفاده کنید. سیب‌ها یا به‌ها رو میریزیم توی قابلمه، آب اضافه میکنیم، میذاریم بپزه. زنجبیل رو میشوریم، پوست میگیریم و با رنده ریز رنده میکنیم. نارنج یا لیمو رو هم میشوریم و پوستش رو با رنده ریز رنده میکنیم. حالا شکلات تخته‌ای رو هم میذاریم به صورت بنماری آب بشه و بعد همه مواد رو با هم میکس میکنیم. با هر دستگاهی که توی خونه دارید میتونید میکس کنید. اگر دیابتی هستید میتونید از شکلات چرخ استفاده کنید و بعد عسل بهش اضافه کنید. من از شکلات شیرین استفاده کردم ولی دیگه شکر بهش اضافه نکردم. میتونید شکلات رو تو این مرحله اصلا اضافه نکنید، یعنی سیب و زنجبیل و پوست نارنج رو با هم میکس کنید، بذارید توی یخچال. بعد از درست شدن اون وقت شکلات رو بنماری کنید و بستنی رو آغشته کنید به شکلات که روکش شکلاتی داشته باشه. یا اینکه مثل من شکلات رو به مواد اضافه کنید و توی قالب بستنی بریزید، به مدت 5 تا 6 ساعت بذارید توی فریزر بمونه. ولی نکتهش اینه هی نرید سراغش دستکاریش بکنید ببینید درست شد یا نشد. خب بستنی ها درست شدن. ببین بچه، اونایی که نگران طعم زنجبیلش هستن اصلا نگران نباشن. طعم زنجبیلش در اون حدی نیست که بخواد اذیت کنه یا خیلی بولد باشه. اگر که بتونین با به درست بکنین اثر بخشی خیلی بهتری داره، یعنی هم تقویت رحم میده، هم تقویت معده میده و هم ضد تهوع خیلی بهتریه اگر که با به درست بکنین. اگر بهگیر نیاوردین از همون سیب میتونین استفاده بکنین. مقادیر رو کامل و دقیق توی کپشن مینویسم براتون، استفاده کنین و لذتش رو ببرین.